به دلیل از که اینا همون ریال استوری خود با مشکلات که مواجه شدن در وطن بر مبنای قوانین و کنوانسیون بین‌المللی درست ارائه کرده بتونن، یا کسایی که در فرانسه زندگی میکنن مسائل ازدواج پیش میشه برشون، یا الحاق خانواده اگر انجام میتن، یا کسایی هستن که تحت حمایت بین‌المللی در فرانسه زندگی میکنن اما متاسفانه با مشکلات اداری مواجه هستن، ادارهای فرانسه بهشون جواب نمیدن. ما بیشتر به تمام مهاجرین در فرانسه این خدمات ارائه میکنیم و کسایی که با این مشکلات اداری و حقوقی مواجه هستند. در فرانسه چقدر مهاجرین از افغانستان هست؟ افغانان چقدر زندگی میکنن در شهرهای مختلف مثلا مثل پاریس و دیگه شهرهایی که خودتان بیشتر میفهمین، و چقدر از این مهاجرین به صورت قانونی زندگی میکنن و آیا ما مهاجرین غیر قانونی هم در فرانسه داریم از افغانان؟ متاسفانه به دلیل نابسامانی‌هایی که در افغانستان است، پس از سال 2018 افغان‌ها بیشترین شمار مهاجرین در سطح جدول در اداره مهاجرت در فرانسه دارند. اگر ما یک آمار کلی ارائه بکنیم، چون مسائل کمیونیتاریسم در فرانسه آماردهی مشخص اینا بسیار زیاد قابل دسترس نیست، اما من حدس میزنم که بیش از 200,000 افغان در فرانسه زندگی بکنن بعد از سال 2016. بیشتر در رابطه به دستاوردهای سازمان بر ما بگوین که در 2 سال چی دستاوردهای شما داشتین و بر ما بیشتر بگوین که برخورد فرانسوی‌ها مثلا مقاماتی که مربوطه البته اداره مهاجرت فرانسه میشه با شما چگونه است؟ آیا کدام جوایز را شما دریافت کردین نکردین؟ بیشتر بر ما بگوین. فرانسه یک کشوری است که قبل از سال 2016 بیشتر روی مهاجرت کار نمیکرد. پس از اینکه ما آمدیم متوجه از این مسائل شدیم که فرانسه علاقمند از این است که تا مسائل ادغام مهاجرین اینا رو بیشتر سرش کار میکنن، سرمایه‌گذاری میکنن و ما جای طرح را ارائه کردیم که به عنوان یک اینویشن یا طرح نو شناخته میشه. ما در جریان این سال از یک اداره به نام سینگا به عنوان تاثیرگذارترین پروژه اجتماعی یک جایزه را گرفتیم از طرف جوری و همچنان بین 15 پروژه از طرف رایدی برنده شدیم. اولین پروژه این برای ما یک دستاورد بسیار کلان بود. توجه اداره مهاجرت فرانسه، وزارت داخلی فرانسه و اداره پلیس، پرفکتورا که بر ما کمک میکنن برای مهاجرین خدمات ارائه بکنیم برای ما بسیار زیاد مهم است. نهادهای خصوصی وقتی که میبینن ما با یک طرح نو میایم برای یک مهاجر کمک میکنیم به زبان اصلی، به زبان مادری از مهاجر، بسیار برشان جالب است.